با نام الله بخشاینده مهربان. خواستم این لحظه روایت برایتان نقل کنم. واقعا یک روایتی که دل کس را ریش می کند. درباره احمد ابن مسکین. احمد ابن مسکین روایت می کند سال 2019 هجری من فقیر شدم. از کمبغلی من و زن و فرزندم نان خوردنی نداشتیم و چنان گرسنه بودیم که از گرسنگی شکممان درد میکرد. من آماده بودم و تصمیم گرفتم که خانه‌ام را بفروشم و برای دریافت یک خریدار بیرون رفتم. در راه با ابو نصر واخوردم و درباره نیت فروش خانه به او نقل کردم. او به من 2 کلچه داد که در بین آن حلوا بود و گفت این را خودت و به عائلت ببر. من به خانه می رفتم و در راه با یک زنی که با پسرچه‌اش می رفت واخوردم و نان و حلوای دست من را نگاه کرد و گفت ای عمک، این کودک یتیم گرسنه است و او دیگر قدرت تاب آوردن به گرسنگی ندارد. به او چیز بخوران. الله رحمت کند تو را. و کودک با چشمانش به من چنان نگاه کرد که من هیچگاه این نگاه را فراموش نخواهم کرد. و در این لحظه به نظرم چنین می نمود که آسمان به زمین فرود آمد و در نظرم چنین تافت که گویا بهشت به زمین فرود آمده خودش را می خواست پیشنهاد کند و کسی که این مادر و کودک لاغر را غذا دهد. من آن چیزی را که در دست داشتم به آن زن دادم و گفتم بگیر، خودت و فرزندت را طعام ده. قسم به الله من در خانه مال و طلا ندارم و در خاندان من به غذا نیازمندترین ها هستند. از دیده های زن اشک ریزان شد و چهره پسرک باشد می درخشید از خرسندی و من غمگین شده رفتم و در جای نشستم و درباره فروش خانه می اندیشیدم و باز ابو نصر آمد و گویا از خرسندی مثل پروانه می پرید. گفت ای ابو محمد، چیز تو را در اینجا نگاه می دارد در وقتی که در خانه تو نیکی و ثروت است؟ گفتم الله پاک است. از کجا ای ابو نصر؟ گفت مردی از خراسان آمد و از مردم درباره پدری تو و یا درباره یکی از خویشاوندانش پرسید و او دارای مال و برکت زیاد و ثروت است. و من گفتم این چی تاریخ داشته است؟ گفت وی تاجر است از بصره. 30 سال پیش پدرت به تجارت وی سرمایه گذاشت، سپس وی مفلس شد و از بصره به خراسان کوچید که تجارتش بالا رفت. پس از سنجش سبوکی یافت و او ثروتمند شد. باز به بصره برگشت. می خواهد که خود را از قرض خلاص کند و برایت مبلغ پدرت را با فایده 30 ساله‌اش برگرداند. احمد ابن مسکین می گوید الله را حمد و ثنا گفتم و شکر گفتم. آن زنی نیازمند و پسر او را دریافتم و به آنها مال دادم. سپس به تجارت شروع کردم و یک قسم اموالم را به خیر صدقه کردم و مال و ملکم افزود و کم نمی شد و گویا من خودم را تعریف کردن را سر کردم و شاد بودم که فرشتگان در نامه اعمالم نیک نوشته می کنند و امیدوارم که در نزد الله در میان صالحان نوشته شدم. و یک شب خوابم برد و در خواب روز قیامت را دیدم.
هیجان آدمان را دیدم که چگونه آنها مثل موج‌های بحر از یکدیگر بالا می روند. جسدهای وسیع شده را دیدم که گناههای خود را در پشت می برداشتند. گناهها به چیز مبدل شدند و گویا گناهکاران تمام شهرها را در پشت می برداشتند. سپس ترازو را گذاشتند و مرا برای برکشیدن اعمالم آوردند و اعمال بد مرا در یک کاسه انداختند و دفترهای اعمال نیکم را به کاسه دیگر انداختند. و دفترها بالا رفتند و کارهای بد وزنین شد. پس فرشتگان به یک طرف میزان عمل خوب و از طرف دیگر بد را می گذاشتند و در زیر هر یک کار خیر هوس ناعیان و مانند خودنمایشی، خودفریبی و خواهش ستایش آدمان وجود داشت. و من چیزی نداشتم. من یقین داشتم که نجات میابم، اما خراب شدم و ناگهان آوازی شنیدم: باز چیزی دیگری دارد؟ و در جواب گفته شد: یک چیز دیگری باقی مانده است. من نگاه کردم تا ببینم که چی مانده است و ناگهان این 2 کلچه است که من به آن زن و کودکش دادم و فهمیدم که من هلاک شدم و یک بارگی 100 دینار هدیه می کردم و آنها به من کمک نکردند و همه امیدم از دست رفت. نهایت آن 2 کلچه در کاسه انداخته شد و ناگهان کاسه کارهای نیک کمی پایان شد و کمی وزن گرفت. سپس اشک زنی را که برای مهربانی گریه کرده بود به کاسه انداختند، وقتی که من او را و پسر او را از عائله خود برتری دادم و کاسه عملهای نیک وزنی تر شد و وزن را ادامه می داد تا دمی که من آوازی را شنیدم که می گفت: در حقیقت او نجات یافت. این روایت بدون شرح است و انشاءالله برای هر یک ما و شما درسی عبرتی خواهد بود. خودتان و اطرافیانتان را حفظ کنید تا بخوری های دیگر خانه آباد و سربلند باشد. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.